استاد داریوش ترک کرد ولی استاد قدیر برگشتن گفتن که ترک مال پشت موتور است. تلویزیون کسی نگاه نمیکنه. خواهر کانال دو رو گاییدم کی؟ عمو چیه؟ عمو خواهر عمو رو گاییدم. دیگه آخراشه داره خوب میشه. آقا نکن داره دوربین روته چشم. ببخشید. سایه رو داری که حال کن. سایه رو بده. بقول پسر احمد شاه مسعود خدایامرز گفت هر جا که مرز کشیدن بیا پل بزنیم. اونجا رو نگاه نکن خانه خراب، من نگاه کن. بیا انقدر کیری میزنه منم کاری باش ندارم. مثلا این دفعه میخواست چکمه‌ای بذاره یادش رفت زد. گفتم این مدل خیلی قشنگه. از اینجا نها کن همینجور کیری میره بالا. الهی به امیدی تو و مادرم دستم خار مادرتو گو خدا رو بپرستم. خب شما اول جواب سوال منو بده. اول مرغ بود یا تخم مرغ؟ اول کیره خر بود. بچه رو لگد میزنه. وای مامان رضا جون بیا سرتو بذار رو شکمم. بچه داره لگد میزنه. کس بازار بچه مگه لگد تو شکم میزنه؟ بچه 2 ماه آخه. پدرم علکی وای آره عزیز لوس کون به دقیقه سولاخ خودته. یکی هم حال میکنه تو راضی اون راضی کنه لگه ناراضی. به به خواهر کافی رو اینا اینه کدوم کسکشی مد کرد. آقا من 4 تا عمو داشتم. اون یکی عمو بچه ها مثل ماموران گمنان امام زمانه. نمیتونم به شما بگم اطلاعاتی اسمش نباید. کره یعنی کیرته. یه دوست دختر ندارم اونقدر خاک بر سرم. من عرضه ندارم خدا همیشه تنها بدبختم. آیسان یه کامنتی داری؟ جوونا جغ کمتر بزنن. جان ناله کن کونکش ناله کن. این همه حرف خوب میزنی وی کونگو شدا. این ناله کن کونکشی چیه؟ یاد که پدر مادرشون و پدر ما رو در آوردن. این چیه گفتی فلا اینا؟